توشیح قانون جدید وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر تا واکنش‌های تند سازمان ملل، امارت اسلامی قانون جدید را تحت عنوان قانون امر بالمعروف و نهی از منکر را توشیح کرده است که این قانون دارای 4 فصل و 35 ماده است و یکی از ماده‌های آن حجاب زنان است. و حالا اینکه توشیح این قانون چقدر میتواند بالای فعالیت‌های کاری زنان تاثیر منفی بگذارد و آیا واکنش‌های سازمان ملل باعث تجدید این رویکرد خواهد شد یا خیر، امروز روی آن بحث خواهیم کرد. سلام، برنامه مجله صبح هست و من لیزا مری هستم. موضوع امروز برنامه ما توشیح قانون جدید وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر هست و مهمان بانو عالمتاب رسولی فعال حقوق زن هستند. سلام و وقتتان بخیر و به برنامه مجله صبح امروز خوش آمدین. سلام خدمت شما، سلامت باشین. بانو مهتاب، البته بحث ما را از اینجا آغاز میکنیم که دیدگاهتان در رابطه با توشیح قانون جدید امارت اسلامی به ویژه وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر چیست؟ سلام خدمت بینندگان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. ببینین، حکومت امارت اسلامی همیشه بر اساس ای که میگه تمام اصول و قوانین را که ما اساس و بنیاد میگذاریم و یا توشیح میکنیم به اساس احکام اسلامی و واقعی دین اسلام است و ای که اونا در مورد حجاب صحبت کردن و این که باید زنان روی خود را بپوشانند، به نظر من این هیچ جایی در دین اسلام نداره، چون وقتی که ما به آیات قرآنی بپردازیم و بخوایم که در ارتباط به حجاب معلومات پیدا کنیم و معلومات بگیریم که دین اسلام در مورد حجاب چی گفته، میایم پیدا میکنیم که در سوره نور آیه 24 اولین آیه‌ای که درباره حجاب گفته شده به مردان خطاب شده و به مردان گفته چشمانتان را از زنان نامحرم بپوشانید. یعنی در قدم اول مردان مسئول است تا چشمان خود را بپوشانند و امو حجاب و حیا را مراعات کنند و در قدم دوم در آیه 31 که همین سوره آمده و به زنان گفته که شما چشمانتان را از مردان نامحرم فرو ببندید و در ادامه آیه همین را ذکر کردند که شما چادرتان را روی گردن و سینه هایتان بگذارید تا نامحرم جلب توجه نشه. یعنی حتی در این آیه ما میتونیم پیدا بکنیم ایره که دین اسلام هیچگاه در ارتباط با رو پوشاندن زن چیز نگفتن و همین گونه ای که امروز حکومت امارت اسلامی میان در ارتباط با پوشاندن رو و صورت زنان میگن، متاسفانه این یک نحو محرومیت و محدودیت زنان میتونه باشه در کنار محدودیت ها و محرومیت های دیگه که بر زنان اعمال شده و این میتونه که به نحو یک ظلم به زنان تلقی شود، چون زنان و هم مثل مردان اعضای همین جامعه هستند، انسان هستند و به عنوان انسان حق دارن آزادانه نفس بکشن و ای که امروز صورتشان پوشانده شود پس حق نفس کشیدن راحت از اونا گرفته میشه. پس به همین دلیل است که نه در دین اسلام جای داره و نه در امورات بشری انسان ها. خب حالا به نظرتان چقدر این قانونی که توشیح شده بالای فعالیت زنان تاثیر منفی خود گذاشت؟ دقیقاً که بیشتر فعالیت منفی میگذاره، در حالی که زنان امروز دستشان از کار گرفته شده، متاسفانه نمیتونن کار بکنن و همون یک تعداد زنان هم که کار میکنن در چارچوب یک سلسله قوانین بسیار محدود است که بر اونا وضع شده و این هم یکی از قوانین محدود کننده دیگر بر زنان است که شاید زنان را بیشتر گوشه‌گیر و بیشتر محروم بساز از کارهایشان. رویکرد تازه این وزارت در قبال زنان به نظرتان چقدر میتونه جامعه را به چالش بکشه؟ خب دقیقاً وقتی که یک زن از حق زندگی خود محروم میشه، وقتی که یک زن به عنوان نیم پیکر از جامعه، زنان امروز در جامعه زندگی میکنن و کار میکنن، در قدم اول ای که اونا از حق کار کردن و تحصیلشان محروم هستند متاسفانه و در کنار او یک تعداد زنانی که حتی میتونن کار کنن با تمام محدودیت ها و یک برشان وضع شده، یا هم زنانی که به بازار و بیرون میرن
به خاطر خرید امورات روزمرهشان وقتی که این گونه میشه پس قسمی که قبلا گفتم زنان بیشتر منزوی و گوشه‌گیر میشه و این باعث میشه که جامعه بیشتر به چالش کشیده شود و جامعه زنان زیاد را از دور و بر خود حذف کنه، یعنی حذف شوند و دقیقاً که اونا حذف میشن چون زنان و دخترانی که در این شرایط نمیتونن به سر ببرن. حتی ما شاهد همی هستیم تعداد زیاد از زنان ما نفس تنگی داره و ای که اونا روی خود بپوشانن دقیقاً که بر اونا بسیار گران تمام میشه و شاید حتی باعث از بین رفتن جانشان شود چون هر روزه که اونا به کار برن و رویشان پوشیده باشه دقیقاً که اونا نمیتونن که درست نفس بگیرن. وقتی که درست نفس گرفته نمیتونن پس اونا را زندگیشان در خطر مواجه میسازن و همین گونه است که زنان منزوی میشه و از کار دست خود را میگیرن و بالاخره این باعث میشه که هم جامعه و هم زنان متضرر شوند. آیا فکر میکنین که بدون حضور زنان جامعه پویا داشته باشیم؟ که در پاسخ سوال قبلی شما اشاره بر پیکر نیم از جامعه هم داشتین. فکر نمیکنین که زمانی که نیم پیکر از جامعه گرفته شود باعث از این میشه که جامعه فلج شود؟ دقیقاً که من در قدم اول براتون بگویم که یک زن نه تنها به عنوان نیمی از پیکر جامعه بلکه یک زن به عنوان خود یک شخصی که هویت داره، به عنوان یک زن مستحق ای است که او از تمام حق و حقوقی که خداوند و پیامبرش برش داده پیروی شود و همون حقوق برش داده شود. ولی متاسفانه ما امروز میبینیم که تعداد زنان زیاد هستند که از حقوقشان محروم شدن و همه قسم وقتی که میاییم در ارتباط به نیمه از پیکر جامعه صحبت میکنیم. در قدم اول من براتون گفتم که حتی یک زنی که از حق زندگی کردن، از حق کار و تحصیل محروم شوه بازم متضرر سازنده و فامیلش است، به خودش است و این میتونه به جامعه تاثیر بسیار زیاد داشته باشه. ما شاهد همی هستیم که تعداد زنان زیاد هستند که امروز دست به گدایی دراز کردن. چرا؟ چون اونا دستشان از کار گرفته شده و این باعث میشه که جامعه را متضرر بسازه، جامعه را بیشتر فاسد بسازه و امکان سوء استفاده از زن بیشتر شود و همین است که جامعه بیشتر متضرر میشه. و وقتی که ما در مورد نیم از پیکر جامعه صحبت میکنیم که میشه به صدها یا میلیون، حتی به میلیون میرسه، به میلیون نفر، اینا باعث میشه که جامعه را بیشتر و بیشتر متضرر باشه. ما شاهد زنان هستیم که سرپرست خانوادهشان و فرزندایشان گرسنه میخوابن و حکومت هیچ تصمیمی در ارتباط به اینا نمیگیره. به نظر من حکومت امارت اسلامی قبل از اینکه بیاید قوانین دیگه را توشیح بکنه و بخواد که روی قوانین کار کنه، بیاید اول از دل مردم خود بیاید که مردمش به چی حال است و بعد از او بیاین بعض قوانین را که میخواین توشیح بکنن. یعنی زنانی که امروز در افغانستان زندگی میکنن، زنان محدود، زنان محروم از کار هستند، زنان دختران محروم از درس و تحصیل هستند که واقعا در سخت‌ترین شرایط اونا به سر میبرن و زندگی میکنن که هیچگاه نمیتونیم این را بدیلش ما پیدا بکنیم و یا این جبران پذیر باشه. زنانی که طفلشان از گرسنگی میمیره، این هیچ راه جبران به هیچ خانواده نداره و دختری که از فقر مجبور میشه که به ازدواج اجباری مجبورش میکنن که باید به اجبار ازدواج بکنه یا با مرد بزرگسالیایی که با هر کسی باشه ازدواج زیرسان، اینا تمامش باعث میشه که یک جامعه به صورت کافی متضرر شود، هم فرد هم جامعه. وقتی که دختری که مجبور میشه در زمان گودی بازیش از به اصطلاح عام بگوییم، در زمان کودکیش است که او باید کودکانه زندگی کنه، ولی او بار مسئولیت بزرگ رو روی دوشش میگیره، روی شانه‌هایش گرفته و زندگی خود ادامه میده و اون آرزو و خواب خیالی که به خاطر درس خواندن و ادامه تحصیلش داشت او را از اون ناامید میشه و هیچگاهی نمیتونه دوباره به او اهداف خود، به او آرزوهای خود برسه و همین است که باعث میشه این دختر از لحاظ روحی و روانی چقدر آسیب و ضرر ببینه و یک مادری که افسرده است، یک مادری که حالت روحی خوب نداره، او هیچ وقت نمیتونه فرزند خوب به جامعه تقدیم بکنه، چی پسر باشه چی دختر باشه. پس امی است که وقتی که یک فرزند ناسالم در جامعه به بار میاد، فرزند ناسالم به جامعه تقدیم میشه، دقیقاً که آینده جامعه ما معلوم دار است که چقدر به سوی نابودی و ناکامی میره. شرایط زنان را کنار میگذاریم و حالا میخوایم از شما بپرسم که این تصمیم امارت اسلامی واکنش های را هم در پی داشته و واکنش ها هم تند بوده.
به نظر شما بخصوص میتونیم بگوییم که واکنش سازمان دیدبان حقوق بشر، به نظرتون این واکنش ها میتونه باعث تجدید این رویکرد شود؟ ببینین تقدم اول وقتی که این واکنش ها ایجاد شده و واکنش نشان داده شده، جواب حکومت امارت اسلامی واضح است که میگن یک مسئله داخلی است و ما مسلمان هستیم، هیچ سازمان را نیاز بر این نیست که در این موارد تصمیم گیری بکنن. ولی ای که سازمان ها میاین به خاطر دفاع از حقوق زن، به خاطر ای که اونا حق دارن زندگی کنن و آزادانه زندگی کنن، میاین یک سلسله واکنش هایی را نشان میتن. هرچند فکر نکنم اینا بر توشیع این قانون تاثیر زیاد مثبت داشته باشه، ولی میتونه بر روی به رسمیت نشناختن حکومت امارت اسلامی تاثیر بسیار فراوان داشته باشه که ما خود ما شاهد امی هستیم که بیش از 3 سال میشه اما حکومت امارت اسلامی در هیچ جای جهان شناخته نشده و این به معنای ناکامی خود حکومت امارت اسلامی میتونه باشه. بان رسولی، به نظر شما نقش سازمان ملل در اینجا چی هست؟ سازمان ملل متحد به عنوان مسئول جهان، به عنوان مسئولیت که بر دوش داره و آمده امو اشخاص یا همو کشورهایی که سازمان را ایجاد کرده که 5 کشور اصلی هستند که در این سازمان فعالیت اساسی را میکنه و کشورهای دیگه هم عضو و پیرو همین سازمان هستند که افغانستان هم از جمله همو کشورها است که سازمان ملل مکلف بر منع نقض حقوق بشری است و امروزی که در افغانستان نیمه از پیکر جامعه حقوقشان نقض شده، پس سازمان ملل متحد مسئول است تا در برابر این محرومیت ها، در برابر این محدودیت ها صدایش را بلند کنه و هر واکنشی که باید را انجام بده. و تا زمانی که حکومت امارت اسلامی بر زنان از محدودیت و محرومیت ها نکاسته، پس این به این معنی است که سازمان ملل متحد هنوز هم مسئولی است که در کنار زنان افغانستان شود و امرشان باشه، در کنارشان باشه و تا زمانی که حکومت امارت اسلامی حق زنان را پس دوباره به زنان نده، سازمان ملل متحد مسئول به بلند کردن صدایش است و مسئول بر برگزاری نشست‌های متعدد است که باید حکومت امارت اسلامی را مکلف بسازه به تغییر تصمیمش. به نظر شما سازمان ملل تا حال کار خود درست انجام داده؟ متاسفانه که نه. امید و باوری که ما به سازمان ملل متحد داشتیم آنچنانی که باید انجام میداد نداده. چون سازمان ملل متحد شما ببینید تقریبا 2 سال از محدودیت و محرومیت زنان و دختران افغان گذشته بود ولی صدایی بلند نکرد و تمام این نشست هایی که برگزار میشه، تمام این نشست هایی که از طرف سازمان ملل متحد برگزار میشه و سازمان ملل متحد به ظاهر نمایش و رویکردهایی میگیره تا بتانه زنان و دختران افغان را از این محدودیت و محرومیت بیرون بسازه، ولی در واقع و در باطن همچون نیت صافی نداره در مقابل زنان و دختران افغان. چون شما ببینین هر نشستی که برگزار شده، سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان قوی و به عنوان یک سازمان قدرتمند میتونه که از هر نوع ابزار استفاده کرده بالاخره حکومت امارت اسلامی را وادار بر این بسازه، ولی تا امروز که بیش از 30 سال میگذره هنوزم که هنوز است نتونسته که به این تصمیم حکومت امارت اسلامی نقطه پایان ببخشه و بالاخره بتونه حقوق زن و دختر افغان را تامین بکنه. و تمام نشست هایی که برگزار شده با وجودی که در بیشتری این نشست ها حکومت امارت اسلامی حضور نداشته و همین گونه در هیچ نشست هیچ زن هیچ دختری از افغانستان حضور نداشته. یعنی وقتی که دختری که از حق تحصیل، حق تعلیم باز مانده، محروم شده، باید همین دختر در اون نشست حضور داشته باشه و به خاطر دفاع از حق خود صدایش بلند کنه. اونا در مورد زنان و دختران تصمیم میگیرن که غایب هستن، اصلا وجود ندارن و در غایب اونا تصمیم گیری هایی میکنن که اصلا به نفع یا تاثیرگذار بر حقوق زنان و دختران افغان نیست. باید از این بین در این نشست ها زن حضور داشته باشه که سرپرست خانواده
خانواده خود است و اولادش گرسنه میخوابه، اولادش از گرسنگی تلف میشه. اون زنی که دست به گدایی دراز میکنه، باور به خدا بکنین، یعنی وقتی که ما میبینیم در جامعه، نمیفهمم حکومت امارت اسلامی یا خود به ندیده میزنه یا واقعا که نمیتونه ببینه که زنان و دختران افغان در چی شرایط، در چی حالات به سر میبرن. باور بکنین یعنی دختری که از چهرهش معلوم میشه که یک دختر تحصیل کرده است، یک دختری که واقعا درس خوانده و حتما جای وظیفه داشته، ولی روز در گوشه ایجاده می دست به گدایی دراز میکنه. باور کنین حتی توانش نمیرسه دست خود دراز بکنه و یک لقمه نان یا یک ده افغانی بخواه. و این واقعا متاسف کننده است. گفتگو شروع ما ادامه خواهد داشت. هموطنان عزیز، حالا میریم به یک میان برنامه کوتاه و برنامه مجله صبح ادامه داره. برگشتیم به ادامه برنامه مجله صبح و بانو رسولی هنوز هم کنار ما هستند. بانو رسولی، به نظرتان اخذ این تصمیم چقدر مورد قبول زنان خواهد بود؟ زنان امروز مجبور هستند، یعنی در هر صورت، هر محدودیت و هر محرومیتی که به زنان رخ داده و محروم شدن از هر حق و حقوقشان و بالاخره متاسفانه مجبور شدن که به این تصمیم گیری ها لبیک بگوین و نتونن صدای خود را بکشن و این بر حکومت امارت اسلامی به عنوان یک پاداش یا به عنوان یک منفعت نیست. این به عنوان یک ضرری است که حکومت امارت اسلامی را به عنوان یک حکومت مطلقه، به عنوان یک حکومت خودمختار میدانه و این به این معناست که حکومت امارت اسلامی هیچگاه یک حکومت مردمی نبوده و نمیتونه باشه و به خاطر بقای حکومت امارت اسلامی این خیلی متضرر است. اگر امروز زنان افغان نتونن صدای خود را بلند کنن، اگر امروز جهان در مقابلشان خاموش بمانه، بلکه فردا یا پس فردا حتما یک روز نه یک روز صدای خود را بلند خواهد کردن و یک روز نه یک روز حکومت امارت اسلامی بالاخره مجبور و مکلف خود بود که این تصمیم گیری ها را تغییر داده و یا ای که کنار بشینه. به نظرتان در تصمیم گیری این قانون کیها دخیل هستند؟ خب دقیقاً که یگانه اشخاصی که دخیل هستند همی اولش حکومت امر بالمعروف و نهی از منکر و همچنان خود شخص به حساب که امیرالمومنین است که متاسفانه ما هنوز نتونستیم که اونا رو ببینیم و بفهمیم که اونا کی هستند. بله. خب با این حال که استفاده از حجاب، ماسک در این هوای گرم به نظرتان چقدر چالش برانگیز است برای بانوانی که میرن در بیرون کار میکنند؟ دقیقاً که این خیلی سخت است. من براتون گفتم که نفس کشیدن یکی از حقوق اساسی انسان ها است که خداوند برشان داده و زنان هم مانند مردان این حق را دارن که آزاد نفس بکشن و آزادانه نفس خود بیرون بسازن. ولی متاسفانه ای که امروز در شرایط فعلی حکومت امارت اسلامی همچون تصمیم را میگیره و همچون محدودیت را به زنان وضع میکنه، من براتون گفتم که حتی باعث خطر مرگشان میشه، یعنی خطر زندگی برشان داره که زندگیشان را به خطر مواجه میسازه. زنی که نفس تنگی داره اگر یک ساعت ماسک روش باشه شاید نتونه که درست نفس بکشه، شاید منجر به خطر زندگیش شود و همین قسم زنان و دختران دیگه که دی هوای گرم حتی که صحتمند باشن وقتی که ماسک میزنن، وقتی که روی خود میپوشونن، حتما برشان متضرر میشه و ضرر داره و همین قسم شاید باعث وجود فشار پایین بدنشان شود و شاید اگر امروز نفس تنگی ندارن فردا یا پس فردا حتما باعث به وجود آمدن این نفس تنگی ها در وجودشان شود. بانو رسولی، از مردان گفتین، در این قانون اشاره هم بر نکات مهم بر مردان شده است، جمله گذاشتن ریش و استفاده نکردن نکتویی. به نظرتون این قانون بر مردان پذیرفتنی هست؟ ببینین ریش سنت پیامبر است اما فرض نیست. درست است؟ یعنی درست است انسان ها
میتونن ریش بگذارن، ولی نظافت هم جزء از ایمان است، یعنی باید رسیدگی شود، به صورتشان رسیدگی شود. و ای که امروز حکومت امارات اسلامی همچون تصمیم در ارتباط به مردان میگیره، من فکر میکنم بیاین بیشتر از این که روی ریش مردان فکر کنن و روی ریش گذاشتن به مردان فکر کنن، بیاین با اونا این آموزش بدن که اگر در کنار ای که زنان مجبور نیستن که صورتشان را بپوشانن، بیاین به مردان آموزش بدن که مردان مجبور هستند که چشم خود را بپوشانن. و این به نظر من نکته مهمتر و اساسی تر نسبت به گذاشتن ریش و نکته زدن است. یکی از نکات مهم در این قانون منع صدای زنان هست. به نظرتان چقدر این مایه نگرانی هست؟ واقعا که تصور ای که ما در همچون کشور زندگی میکنیم که زنان این گونه محروم میشن، این گونه محدود میشن که حتی حق نفس کشیدن راحت را ندارن، حتی حق صحبت کردن را ندارن، واقعا متاثر کننده است. و من این فکر میکنم که فکر نی بلکه واقعیتش همی است که حکومت امارات اسلامی در هیچ جای از قوانین خود به امورات اسلامی فکر نکرده. شاید تمام اینا پدیده های فرهنگی در داخل قریه و قصبه خودشان بوده که امروز آمدن بر تمام زنان و دختران افغان اعمال میکنن. وقتی که یک زن صدای خود را نکشه، وقتی که یک زن صحبت نکنه، پس معنی از ارتباطات، معنی از بودن و حضورشان در جماعت چی است؟ زن حق داره. وقتی که خدا صدا بر ما داده، وقتی که خدا صورت بر ما داده، پس چرا ما باید اینا رو پنهان بکنیم؟ به دلیل ای که مردان به دوزخ نرن؟ یعنی ما مجبور مکلف هستیم که روی خود بپوشانیم، ما مجبور مکلف هستیم تا خاموش بمانیم تا مرد به بهشت بره و لذت رفتن به بهشت ببینه، در حالی که اولین و اساسی ترین مسئله در قرآن عظیمشان توجه به مرد داره و از مرد خواسته شده که باید حجاب را مراعات کنه و بعد از او باز زن خواسته شده. پس این در هیچ جای از دین اسلام قرار نداره و حکومت امارات اسلامی به خاطر که مردان به دوزخ نرن، به خاطر که مردان متضرر نشن، به خاطر که مردان به بهشت برن و از زندگی کردن در بهشت لذت ببرن، زنان را محروم میسازن و حتما در روز قیامت پاسخگوی تک تک قوانین و تک تک محرومیت ها و محدودیت های خواهد بودن که بر زنان افغان اعمال کردن. بانو رسولی، بسیار از بانوان خودشان یا زنان نانآور خانه هستند. اینا باید چی کار را انجام بدن که هم کار خود را ادامه بدن و در کنارش این قانون را نقض نکنند؟ ما براتون گفتم که زنان و دختران فعلا در شرایط قرار دارن که مجبور و مکلف هستند تا هر تصمیمی که گرفته میشه و هر قانونی که توشیح میشه از او پیروی بکنن. و امروز هم زنانی که واقعا مجبور هستند، زنانی که سرپرست خانواده هستند و فرزندایشان گرسنه است، میخواین که یک لقمه نان حلال به فرزند خود پیدا بکنن، مجبور مکلف هستن از این قانون عملی پیروی بکنن و ای که حتی به خودشان متضرر شوه، خودشان ضرر ببینن، بیشتر از او توجه بر این میکنن که باید بر اولادشان یک کار شوه و ای که چی ضررهایی به خودشان داره ایره اصلا توجه نمیکنن. ولی یک روز نه یک روز حتما مجبور مکلف بر این میشن که در مقابل حکومت صدایشان را بلند بکنن و در مقابل این قانون ایستادگی بکنن. خب دختران و زنان یک سلسله حق و حقوق را هم در جامعه دارند. به نظرتون با توشیح این قانون چند درصد از این حق و حقوق کاهش خواهد پیدا کرد یا سلب خواهد شد؟ من فکر میکنم زنان و دختران افغان در شرایط فعلی در افغانستان هیچ حقوقی ندارند. شما فکر بکنین زن و دختری که دستش از کار گرفته شده، از درس و تعلیم که اساسی ترین حقوقشان از گرفته شده، همه قسم از رفتن به اماکن عمومی دستشان گرفته شده. شما به این فکر بکنین وقتی که در یک باغ میرن، زنان را میگن در بیرون باغ باشین، در بیرون باغ بشینین، ولی مردان میتونه برن از هوای آزاد باغ لذت ببرن و هوایشان را تبدیل بکنن، هوا تبدیلی برشان شود. و این به همین معنی است که زنان کاملا از صحنه جامعه حذف شدن و اصلا حق و حقوق ندارن که اون حق و حقوق برشان برسه. زنان واقعا مثل اشخاصی که زندانی هستند در داخل خانه هایشان به سر میبرن و حکومت امارات اسلامی هر روز بر این محدودیت ها افزوده میره
به جایی که این محدودیت ها را کاهش بده تا بتانه هم خودش مستحکمتر و استمرارش بیشتر باشه و هم مردم ازش راضی باشه و هم زنان و دخترانه که مجبور هستند و نیازمند هستند اونا به یک سلسله از اهداف خود برسن و برنامه‌های خود عملی کنن و هم جامعه سالم و جامعه خوب داشته باشیم. باید از این محدودیت‌ها کاسته شود و کاهش بدن این محدودیت‌ها را. ولی متاسفانه هر روزه این محدودیت‌ها اضافه میشه و اساسی ترین حقی که انسان داره، نه تنها زن، انسان داره که حق نفس کشیدن است که او هم متاسفانه امروز گرفته شده از اونها و فکر میکنم دیگه حق حقوق نمانده باشه که از اونها گرفته شود. بانو رسولی، از دید شما آیا صحبت هایی که با سازمان های مختلف صورت میگیره باعث لغو این قانون خواهد شد؟ این برمیگرده به نیت سازمان ها چه نیتی در مقابل زنان داره؟ آیا واقعا ایرم پذیرفتن که باید در کنار زنان باشن؟ آیا واقعا این نیت را دارن که زنان را از این حالت رهایی بدن، یا هم فقط به عنوان سازمان های مسئول فقط به صورت نمایشی کار میکنن که تا فعلا متاسفانه تمام کشورهای جهان، تمام سازمانهای جهان همین گونه پیش رفتن و حتی آمریکا تقریبا 1 سال پیش بود وزیر خارجه آمریکا در ارتباط به منع محدودیت و محرومیت زنان صحبت میکرد و این موضوع را یادآوری کرد که ما ابزاری داریم که با استفاده از اون ما حکومت امارت اسلامی را وادار و مجبور بریم میسازیم که زنان و دختران افغان را از محرومیت و محدودیت دور بسازن و این محرومیت و محدودیت را تمام کنن، از بین ببرن و دوباره حقشان برشان داده شود. ولی از اون صحبتشان بیش از 1 سال میگذره. کجا از او ابزاری که شما استفاده بکنین؟ او ابزار چی است که شما استفاده نمیکنین؟ تا کی ما بسازیم تا ای که باز بالاخره فکر کنین 5 سال بعد 10 سال بعد وقتی که هیچ دختر باسواد نباشه، وقتی که هیچ دختر در سطح جامعه نباشه، وقتی که هیچ زن نباشه که کار بکنه، وقتی که فرزندشان تلف شوه، او چی فایده ای داره که آمریکا یا سازمان های جهان بیاین در پیازی شوند که واقعا در کنار زنان افغان و دختران افغان بمانند؟ بله. وظیفه زنانی که روز صدای به عنوان در افغانستان بودند چی هست؟ وظیفه زنان این است که صدای خود را خاموش نسازند و همین گونه از طریق هر برنامه حداقل پیام خود را به حکومت امارت اسلامی برسانند و بخواهند که این محدودیت ها را لغو کنند و فسخ کنند تا حکومت امارت اسلامی اگر یک روز حتما این صدا را بشنوه و ایران مطمئن شوه و بفهمه که روی کردشان، پلانشان، قوانینشان قوانین نیست که واقعا در جامعه اسلامی افغانستان امروز عملی شوه و قوانین واقعی اسلامی نیست که زنان مکلف به عملی کردنش باشن. وقتی که یک زن به عنوان یک زن مسلمان کار میکنه، وقتی که یک زن به عنوان یک زن مسلمان در جامعه حضور می داشته باشه، دقیقاً که از امورات اسلامی با خبر است. وقتی که یک زن با سواد است، پس دقیقاً که میفهمه که اسلام بر او چی گفته و چی حق و حقوق برش داده و او میتونه که از حق و حقوق خود دفاع بکنه. و همین گونه زنانی که میتونن صدایشان را بلند کنن، میتونن از طریق برنامه ها، از هر طریقی که باشه بالاخره با حکومت امارت اسلامی بحث و گفتگو بکنن، دریغ نبکنن و همیشه تلاش بر همی داشته باشن که بالاخره حداقل یک صدایشان حتما شنیده شود تا محرومیت و محدودیت زنان از بین بره و دوباره زنان و دختران افغان مثل دختران جای کشور درس بخونن، کار بکنن و هیچ دختره، هیچ زن در این سرزمین آواره و بیچاره نباشه. شما اشاره هم داشتین که 5 سال بعد هیچ زن باسواد را یافت نخواهیم کرد. به نظرتون جامعه افغانستان سرنوشتش چی خواهد شد؟ جامعه افغانستان اگر این گونه دوام پیدا بکنه، این گونه به همین روال پیش بره، رو به نابودی میره. ما در همین 3 سال شاهد هستیم که چقدر زنان و دختران افغان آواره شدن، چقدر از بین رفتن. شما یک بار ببینید که در دو طرفی سرک گونه فروشی ها به چقدر افزایش پیدا کرده، چقدر شهر خراب ساخته و همین است که زنان و دخترانی که واقعا مجبور هستند، دیگه راهی ندارن، مجبور هستند که
مال خانه خود را که در سالهای سال پیسه جمع کرده بودن خریده بودن به خاطر یک لقمه نان بفروشن. و همین گونه وقتی که همین گونه ادامه پیدا بکنه هیچ دختر حاضر نیست در افغانستان زندگی بکنه. ما شاهد ای هستیم که وقتی که یک دختر عروسی کرده و حمل داشته و فهمیده که طفل او دختر است، از راه قاچاق مجبور شده که از افغانستان بیرون شود، مهاجرت بکنه و طفل او در سر مرز در راه مهاجرت به دنیا آمده. و این یکی از بدبختی های است که واضحا ما میتونیم ببینیم و بفهمیم که چقدر افغانستان به سوی بدبختی و آوارگی روان است. و تمام دخترانی که در اینجا هستند هر کدام، یعنی وطن مثل مادر است، اما وقتی که در اونجا حتی توان نفس کشیدن را نداشته باشی، نبودنت از بودنت بهتر باشه، پس ترجیح میدی که نباشی. پس به این منوال اگر پیش بره، مهاجرت ها با وجودی که افزایش یافته به سطح بیشتر میرسه، حتی بیشتر از 80%. حتی زنان و دخترانی که فامیلایی که توانایی ندارن شاید مال اموال خود فروخته از راه قاچاق برن و این خطر مرگ به اونا بیشتر میسازه و همه قسم چقدر مشکلات را اونا میبینن تا بالاخره میتونن به جایی برسن، به مکان برسن که اونا حداقل یک آزادی داشته باشن، حداقل بتونن نفس بکشن. و فقط به خاطر نفس کشیدن اونا کشور خود ترک میکنن، به خاطر ای که از اساسی ترین حقوقشون اونا محروم هستن، اونا کشور خود ترک میکنن و این جای خیلی تاسف‌بار است. وقتی که یک دختری در افغانستان حضور نداشته باشه، وقتی که یک فامیل از افغانستان بره، پس جامعه دقیقاً که کارش میمونه برای کی؟ وقتی که فامیل 10 نفری بره، دقیقاً که هم پدرم روشن میره هم برادرم روشن میره، پس مسئولیت جامعه را کی به عهده بگیره؟ کی میتونه که تمام برنامه ها و مسئولیت های جامعه را پیش ببره وقتی که همه روزه همین گونه پیش بره؟ و همین قسم فقر، در حالی که ما یک کشور فقیر هستیم، به جایی که ما تلاش بکنیم که ما کشور باشیم که رو به پیشرفت باشه، کشور باشیم که بخوایم ثروتمند شیم، ولی برعکس ما در شرایط قرار گرفتیم که ما فقیرتر میشیم و همین گونه فکر میکنم که فقر به اوجش خواهد رسید. و در ادامه زنان و دخترانی که توانایی درس خواندن را ندارن و 5 سال بعد یا 10 سال بعد که تمام زنان و دختران افغان بی سواد میمانن، پس این به این معناست که هیچ دکتر دیگه در افغانستان نخواهد داشتیم که زنان و دختران ما را تداوی کنه. ما مجبور هستیم پول هنگفت داده به پاکستان و ایران بریم تداوی بکنیم، بازم دست ما پیش کشور همسایه دراز خواهد بود. به همین قسم، یعنی وقتی که یک معلم نداشته باشیم، معلم زن، کی بر ما تدریس بکنه؟ و همین گونه به انواع مختلفه. ما وقتی که یک فعال حقوق زن نداشته باشیم، ما وقتی یک زن نداشته باشیم که از حق حقوق زن دیگر دفاع بکنه، پس خشونت ها به اوجش میرسه. در حالی که ما کشوری هستیم که زنان افغان بیشترین خشونت را در جهان مواجه میشن، ولی وقتی که این گونه دوام پیدا بکنه، وقتی که زن بی سواد باشه و خودش توانایی دفاع از حق خود را نداشته باشه، وقتی که زن دیگی نباشه که دستش را بگیره و در کنارش باشه و از حق و حقوقش دفاع بکنه، وقتی حکومت نباشه که صدایشان را بشنوه، پس این به این معناست که افغانستان به 20 سال عقب نه بلکه به 100 سال عقب میره و این واقعا تأسف برانگیز و متاثر کننده است بر ما. بون رسولی، تعریفتان از حجاب چی است؟ شما چی تعریفی برای حجاب دارید؟ ما برتان در سوال اولتان در ارتباط به حجاب آیات را ذکر کردم که این آیات هم بر مردان و هم بر زنان گفته شدن. حجاب به معنای این است که در یک جامعه به حد باشه که در اوج فساد اوج نگیره. حجاب پنهان کردن چشم از نامحرم است، درست است؟ و یک سلسله اصول داره یا قوانین است که یک درجه را بر زنان و مردان خداوند متعال و پیامبرش بیان کرده که باید در همو سطح، در همو روال اونا پیش برن و همین گونه که زنان و مردان باید عورتشان را بپوشانند و به همین قسم به خاطر ای که فساد اوج نگیره در جامعه مجبور هستند که باید خودشان را بپوشانند، درست است؟ ولی پوشاندن صورت به معنای حجاب نیست. یعنی پوشاندن صورت اصلا در هیچ جای از قرآن نامده.
اگر آمده حکومت امارت اسلامی میتونن به صراحت بیان بکنن، آیت را بیاین ذکر بکنن، با ترجمهش ذکر بکنن که ما هم مطمئن شویم و راه دین و راه خدای خود را ما پیش بگیریم. ولی اگر این گونه نیست، پس اونا نمیتونن که به صورت مطلق یک تصمیم یک قانون را توشیح بکنن که بر ضد و بر ضرر زن دختر افغان است. و ای که حجاب را پوشاندن صورت ذکر کردن و میخواین که زنان صورتشان را بپوشانن، شما ببینین میگن که قسم پیشترم امی مسئله را ذکر کردم، عالم بگویم تکرار میشه، اما در اینجا واجب است که بگویم که مردان به خصوص امارت اسلامی و کسایی که قانون ساختن، قانون را ساختن، به خاطر به بهشت رفتن خودشان میخواین صورت زنان را بپوشانن. ولی در حالی که تا زمانی که چشم یک مرد پنهان نباشه، وقتی که یک زمان مرد حیای چشمی نداشته باشه، تا زمانی که مرد او احترام و ادب را در مقابل زن قائل نباشه، اگر زن حتی تمام صورت خود بپوشانه هم کافی نیست. چون وقتی که یک مرد حیای چشمی یا امو ادب و احترام را بر زن قائل نباشه، پس وقتی که حتی زن حجاب هم میکنه، ای برشون کفایت نمیکنه و حتما کسی که میخواد که فساد انجام بده پس برش مشکل نداره. حالا کوتاه میخوایم بپرسم که راه حل چی است به عنوان جمع‌بندی؟ زنان و بانوان چی کار باید انجام بدن؟ کوتاه. من در قدم اول از حکومت امارت اسلامی میخوایم که حکومت امارت اسلامی بیاید یک گفتمان را بین زنان و دختران افغان و بین حکومت امارت اسلامی برگزار بکنن و من فکر میکنم تنها راه حل میتونه باشه. نه سازمان جهان، نه کشور، هیچ جای اوقدر حسن نیت در مقابل زنان و دختران افغان ندارن، چون اونا در این شرایط زندگی نمیکنن و در این شرایط زندگی نکردن. حتی زنانی که در خارج از افغانستان، زنان افغانی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، شرایط ما رو درک کردن نمیتونن. اونا نمیتونن از حق ما به گونه درست دفاع بکنن، به خاطر که اونا در این شرایط زندگی نکردن. اونا نمیفهمن که حضور در افغانستان چی سختی هایی داره و با چی مشکلات مواجه میشن و محدودیت و محرومیت از درس و تحصیل به چی معنا. زنی که دخترش در خارج درس میخونه، به مکتب میره، به کالج میره، به پانتون میره، او هیچگاهی نمیفهمه که دختر افغانی یا زن افغانی که دخترش امروز در خانه مانده و محروم است به چه حالت به سر میبره. سلامت باشین. ممنون از اینکه به برنامه ما تشریف آوردید. سلامت باشین. بله بیننده های عزیز، این بود برنامه مجله صبح امروز. تا برنامه فردا، وقتتان بخیر.